استرس یکی از مشکلاتیه که خیلی از ماها توی زندگیمون تجربه می‌کنیم. از کار و درس گرفته تا مسائل شخصی همه میتونن باعث استرس بشن. استرس اگه طولانی مدت باشه میتونه روی سلامت جسم یا روانمون تاثیر منفی بذاره. اما خبر خوب اینه که راه‌های زیادی هست که میشه با استرس مقابله کرد. مثلا 1. ورزش کردن. حتی یه پیاده‌روی ساده هم میتونه حالتون رو بهتر کنه. 2. تمرینات تنفسی و مدیتیشن. چند دقیقه نفس عمیق کشیدن باعث میشه استرستون کمتر بشه. 3. مدیریت زمان. اگه کارهاتون رو برنامه‌ریزی کنین، استرس کمتری حس میکنین. 4. حمایت اجتماعی. حرف زدن با دوستان خانواده خیلی کمک میکنه. 5. تفریح و سرگرمی. کارهایی که ازشون لذت میبرید مثل گوش دادن به موسیقی یا فیلم دیدن هم خیلی مؤثره. در کل استرس رو نمیشه کامل حذف کرد، ولی میشه یاد گرفت که چطوری باش کنار اومد.